شارحین و دیگر رویدادها. چمپیونات آسیا با جودو در شهر فوجایره امارات متحده عرب به انجام رسیده. هیئت منتخب تاجیکستان از این مسابقه مهم با دستاوردهای قابل توجه بازگشتند. گزارشی همکاران ما از استقبال ورزشکاران تاجیک. فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه باز هم قبای ادانه به بر کرده بود، زیرا ورزشکاران تاجیک با کسب مقام‌های افتخاری از چمپیونات آسیا آید به جودو در فوجایره امارات متحده عرب برگشتند و مورد استقبال گرم قرار گرفتند. در این چمپیونات آسیا دو ورزشکار تاجیک به فینال رقابت‌های جودو برآمدند. از جمله کامرانشاه اوستاپریان که تنها ورزشکار تاجیک با 2 مدال طلایی چمپیونات آسیا میباشد، در نیروسنجی نهایی در مقابل جودوکار ژاپنی که صاحب این رشته ورزشی میباشند قرار گرفت. در وزن 90 کیلوگرم من از دور اول آزاد بودم. در دور دوم حریف ازبکستانی خود و در دور سوم حریف خیتایی و در برآمدن به بخره فینالی با حریف قزاقی اشتین گرفته به فینال راه یافتم و در دور فینالی از حریف ژاپنی خود مغلوب گشتم و سزاوار مدال نقره گشتم. تیمور رحیموف ورزشکار آینده‌دار تاجیک که اولین بار در چمپیونات آسیا اشتراک کرد، موفق به کسب اولین مدالش نیز گردید و به گفته خودش نشانی نقره آسیا آخرین دستاورد او نخواهد بود. در قهرمانی آسیا اشتراک کردیم در وزن جمعی 100 کیلوگرم و خوشبختانه سزاوار جای دوم گشتیم. در آینده آرزو دارم از بازی‌های المپی از قهرمانی جهان مدال طلا را به دست بیارم. باید ذکر نمود که در برابر این دو ورزشکار همچنین خیام‌الدین جباروف، محمد بیکوف سامان و میر محمد میرشکرف نیز در زینه‌های پنجمی وزن‌های خود قرار گرفته. سید جلال سیدوف در دور اول و اکمل مرادوف در دور دوم از رقابت برای مقام‌های افتخاری محروم شده بودند. سرمربی منتخب تاجیکستان افزون بر نشان‌های مسابقه به خالهای کسب کرده ورزشکاران اشاره کرد. در این مسابقات بهتر خالهای المپی خوب به دست آوردن و باوری داریم که در آینده ورزشکاران ما مثل چنین ورزشکاران ما مثل کامرانشاه اوستاپریان، رحیموف تیمور و وزنهای دیگر هم نیز نتیجه نظر است و دست می‌دن. در چمپیونات آسیا آید به جودو 273 ورزشکار از 40 کشور مختلف اشتراک کرده. منتخب تاجیکستان در بین این همه کشورها با 2 مدال نقره و 3 زینه پنجم در مقام هشتم چمپیونات آسیا قرار گرفتند که نشان از آینده درخشان جودوی کشور می باشد.